درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 48. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. مانند عینی در روزگار ما کمتر شخصی پیدا خواهد شد که حلقه در بین قدیمان و جدیدان باشد. نثرش برا و شعرش زیبا، صحبتش گیرا و بیانش رسا بود. انسان از صحبتش و شوخی‌هایش و دلربایی‌هایش بی اندازه مسرور می‌گردید. این بیت را در وصفش برایش خواندم. نوشت و تشکر کرد. هزاران همچو بلبل در بهار می شود پیدا، نواسنج چوتو در روزگار کی شود پیدا. سرور گویا. عینی به طور فوق‌العاده ساخت کهنه حاکمان بخارای شریف و محتسب و حسودان خودخواه آن را بیرحمانه محکوم کرد. عیبنامه او را دفاع و رد کردن امکان پذیر است. چینگیز ایتماتوف. میرزا عظیم سامی بوستانی از تومن بخارا، وفات 1325 هجری، از تذکیره صدر ضیا، در شکایت از ابنای زمان خود نوشته. تا بنای طاق این فیروز منظر کردند، اهل دانش را غذا از خون مقرر کردند. کهنه پالان نمی یابد سمندی تیزتک، اطلس و مخمل برای پوششی خر کردند. اهل معنی را بغیر از خون دل نبود غذا، قوتی بی مغزان همه از قند و شکر کردند. تیر بختی لازمی فضل و کمال افتاده است، ابلهان را کامرانی ملک و کشور کردند. طرفه وضعی نابکاری کرده پیدا روزگار، ناکسان را بر اموری ملک سرور کرده اند. هر که آب از پس خورد چون پره‌های آسیا، آبی او را بزرگان روشن چو گوهر کرده اند. در زمان امیران بخارا اغلب اهل دربار از کسانی می رسیدند که در وقتی ساده‌رویی با امیر و مقربانش امردی می کردند. سامی در همین بیت به همان رذیله اشاره کرده است.
هر که آب از پس خورد چون پره های آسیا، آبی او را بزرگان روشن چو گوهر کردند. اعتباری دین و ملت رفته حالا جاهلان، آشکارا فحش و سب بالای منبر کرده اند. پامنی بر حلقه تزویر و مکر صوفیان، روز ذکر اره و شب فکر دیگر کرده اند. ذکر اره یک نوع از ذکر جهری است. هر که آب از پس خورد چون پره های آسیا، آب او را بزرگان روشن چو گوهر کردند. اعتباری دین و ملت رفته حالا جاهلان، آشکارا فحش و سب بالای منبر کرده اند. پامنی بر حلقه تزویر و مکر صوفیان، روز ذکر اره و شب فکر دیگر کرده اند. ذکر اره یک نوع از ذکر جهری است. پامنی بر حلقه تزویر و مکر صوفیان، روز ذکر اره و شب فکر دیگر کرده اند. عالمان از وسعتی مشرب شده تابع برای، صحتی فتوای دین با زر مقرر کرده اند. رفته غیرت از سپاه و جیبن کرده آشکار، جایی جوشن چون زنان آرایشی زر کرده اند. اهل سوداگر دکانی خودفروشی کرده باز، از تکبر هر زمان بین صد کر و فر کرده اند. اهل حرفت هر که باشد در پی مکر و فریب، کیذب را بر خود حلال از شیر مادر کرده اند. کودکان را شرم و پیران را حیا از بس نماند، هر یکی خود را به یک دیگر برابر کرده اند. قطعه از تذکیره افضل. مدتی شد که جهان وضع مخالف دارد، نغمه راست از این پرده پریده به فلک. طاقتی دیدن اوضاع جهان نیست مرا، جگرم خون شده ای پیک اجل زود ترک. فرد نیست تنها راستی
اینجا دلیل اعتبار، قیمتی سوزن زی سوراخ است نه از راستی. سامی در این بیت نیز اشاره می کند که اهل دربار امیر و عملداران عهد همه رذیلانی اند که امردی را پیشه خود کردند. اگر فرزاً از این جمله راستکاری هم باشد، سبب رواجش نه از راستکاری است. نیست تنها راستی اینجا دلیل اعتبار، قیمتی سوزن زی سوراخ است نه از راستی. فرد گرمی هنگامه دنیا بدونان بستند، زان که این حمام را جز خس نمی آید بکار. میرزا عظیم سامی یکی از پردانان عهد خود بود. در وقت امیر مظفر و اوایل عهد عبدالاحد در دربار به انشا نویسی مشغول بود، اما از آنجا که چنانچه در اشعارش اشاره رفت وضعیت دربار امیر و معامله سپاهیان او را با رعیت هیچ نمی پسندید، بالطبع اهل دربار هم او را نمی پسندیدند. هر قدر که فساد امیر و اهل دربار بیشتر می شد، زبان تنقید و شکایت سامی هم درازتر می گردید. رفته رفته از دربار مردود و وجه معاشش مقطوع شد، به حدی که در حال 70 سالگی بسیار خاری ها دید. افراد خانوادهش 5-6 نفر بودند، اما چیزی نداشت که فروخته برای ایشان نان تدارک کند. علاوه بر این در حالت پیری و ناتوانی از نور بینیش هم جدا شد. امیر و وزیر بجای آنکه حقوق سابقه اش را در نظر گرفته به حالش ترحمی نمایند، کور نمک آخر کور شد گفته خرسندی می کردند. تألیفات سامی به قراری ذیل است. به نام تحفه شاهی، تاریخ امیران منقید، تکمیل دخمه شاهانی میرزا صادق منشی منظوم به وزن شاهنامه، تنزیه الانشا در رقعه و مراسلات، مرآت الیقین، مناشیر الاعلام در یرلیق و منشورها، مفاتیح العبر شرح مصابیح الفکر، ترجمه اعلام الناس، تذکیرت الفضلا و بعض چیزهای پریشان. اسامی تألیفات سامی از تذکیره محترم نقل شد.
ابیات سامی خواننده را هیجانی بدیعی نمی بخشد، اما قیمت ادبیه نظم و نثر او در این جاست که بسیار ساده می نویسد و بیباکانه تنقید می کند. در زمانی که همه صاحب قلمان دربار در مدح امیر و وزیر قصیده ها انشاد می کردند، سامی قبایح اهل حکومت را آشکارا برویشان میزد. این است جسارتی ادبیه. ملا عبدالکریم سپندی سمرقندی، تولد 1245، وفات 1327 هجری. از دیوانش: مگر که یار کشید از رخش نقاب امشب، که جای ماه برون آمد آفتاب امشب. چنان زی آتش هجران گداخت جان و دلم، که خون فشاند دو چشمم به جای آب امشب. ز شرم شعله شمع جمال انوری تو، به جیب ابر نهان گشت ماهتاب امشب. به یاد نرگسی بی باده مست مفتونت، اثر نکرد به دل نشأه شراب امشب. سپندی یار به عهدش وفا نکرد برفت، مرا ز سینه قرار و ز دیده خواب امشب. ای سپندی از وزن مطلوبه زیاد است. یک قسم شعرای متأخرین به این بلا گرفتارند، اما از مانند سپندی یک شاعر کهنسال امثال این کار عجیب است. دیوان سپندی مطالعه شد، در اکثر ابیاتش این قسم زواید هست. سپندی یار به عهدش وفا نکرد برفت، مرا ز سینه قرار و ز دیده خواب امشب. ابروی تو بسم الله دیوان نزاکت، مضمون خطت معنی قرآن نزاکت. من نازکی لطفی کدام عضو تو گویم، باشی تو ز سر تا قدمت کانی نزاکت. در این مصرع ترتیب کدام عضو را به شرط وزن
مساعده می کند که به جای حرف عین عضو الف باشد، زیرا در آن صورت به سبب وصل میم کدام با ذات عضو وصل یافته، الف یعنی همزه ساقط می شود. اما عین از جمله حروف وصلیه و ساقطه نیست. همانا قرب صدای عین با همزه شاعر را به این خطا انداخته است. امثال این کار در عروض لازم الاجتناب است. من نازکی لطفی کدام عضو تو گویم، باشی تو ز سر تا قدمت کانی نزاکت. خوبانی جهان جمله غلامان تو هستند، در مملکتی حسن تو سلطانی نزاکت. آویخته مشاطه حسنت پی زینت، بر هر سری مویت دوری غلطانی نزاکت. آن خاری سیه دیده گمان کرد سپندی، بر صفحه رخساری تو افشانی نزاکت. مخمس. ماه را شعشعه مهر گلی روی تو نیست، مشک را نکهت گیسوی سمنبوی تو نیست. سرو را راستی قامت دلجوی تو نیست، غنچه را خنده لبهای سخنگوی تو نیست. باغ را خرمی خاک سری کوی تو نیست. حیف از آن ناوک مژگان که تنم را بشکافت، دلم از نعمت خوان کرمش بهره نیافت. آفتابی رخ تو بر سر هر ذره که تافت، حلقه بندگی از تار سری زلف تو یافت. کیست کو بسته زنجیری دو گیسوی تو نیست؟ مست و بی باک برون آمده با عشوه و ناز، شده آشوب زمان با نگهی فتنه تراز. همه را دیده ز حیرت به تماشای تو باز، جبهه سودند به خاک قدمت اهل نیاز. کیست کو شیفته نرگس جادوی تو نیست؟
шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 48-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.